دیگه خسته شدم. از این به بعد هیچ خبر زنجی نمیخونم. میخوام کاملا از این فضا دور باشم. چیه هیچ زنج بابا مذاکره میشه. یا بلفز میگن دوشنبه دوباره میزنه. این بار گفتم فکر داره. میخواد بیاد شخ بزنه. همه زار صدای چوب چوب برمیداره. سیشی بابا همه تون همینو میگید. اون چه غیر نظامی نمیزنه. اصلا این زندگی چی داره که بخوام به خاطرش بترسم؟ مگه تا حالا زندگی کردم؟ اصلا واسه مهم نیست چی بشه. خدایا زیر زدم و به قرآن من دیگه تحملشو ندارم. همون 12 روز 3-4 سال طول کشید. ترماش هنوز رو مونده. همه صداها دیگه شبیه موشش شده. بابا اون دیگه به هرچی میخواست رسید. میگه بیکار دوباره برامون ستاره بفرستی ما فرض کنیم موشچه. ولی خدایا من دلم پر میکشه برای یه بارم چی شده اینترنشنال رو به قصد لذت بردن از خانم مدریش ببینم. یکی بفهمم کجا رو تخلیه کنیم.